انشاءالله ما و شما فردا در زیر بیرق زیناکارها سر نمی برداریم. شرمنده باد همون فرزند، همون جوان، همون مسلمانی که فردای قیامت در زیر بیرق زیناکارها سر می بردارد. به خدا قسم عمر شما بسیار کوتاه است. شما شرمنده میشین. شما به همین یک چهره خجالتی خودتان، با چشمهای همین شکسته خودتان به طرف رسول اکرم نظر کردن نمیتونین. حرام با چهره شما به سوی پیغمبر. پیغمبر نظر رحمت هم به سوی شما نمیکند. پیغمبر کسی را شفاعتگر است که در جاده شرع پیغمبر است. پیغمبر هم کسی را شفاعت میکند که طبق حدیث پیغمبر خدا رفتار میکند. شما نماز میخوانین، زنا را میکنین، نماز میخوانین، عرقخوری میکنین، نماز میخوانین، تویهای فساد میکنین، پس فردا باز طلب شفاعت کردن این خودش عیب است. در یک انسان خیانت کو، پس آن برای یاردم طلب کنین، این چی معنی دارد؟ سوره مؤمنون اگر تفسیر قرطبی را تماشا کنین، الزانی لا ینکح الا زانیه، همین سوره مؤمنون است، آیت 14 است. والله علم همین آیت تفسیر قرطبی را حضرت چی میگه؟ میگه من زنا، کدام مردی که اگر زنا کرد، فسخ نکاحه بینه و بین زوجتی، نکاحش بین خودش بین زنش بریده می شود. کدام مردی که اگر در تفسیر قرطبی، در تفسیر همین آیتی که الزانیه لا ینکح الا زانیه، در تفسیر همین در تفسیر قرطبی میگد که اگر کدام بچه‌ای که یا کدام زنی که اگر در زنا مبتلا شد، در حال نکاح او بریده می شود. هر فرزندی که از اینا میاد همش حرامی هستند. اختیارتون کدام راهش که انتخاب میکنین. آن چیزی که بر من مسئولیت بود در همین 2 جمعه به شما رسانیدم. انشاءالله باوری دارم که فردا من در پیشگاه خدا جوابگر نیستم. در همین قومی که البته گوش کردن و شنیدن.